The Kabul King. اگر گپ جرأت باشه سر غیرت شم بله میتونم. اگر کس مثلا بگه برد که نمیتونی ولی تو زورت نمیکشه او بگو گپ کی بگه هر رقم شب سر غیرت شم دیگه دو تا چاقو میگیرم میخواد جانش. اگر مثلا یک کس زیاد تو غیرت برات تو میشه میدونی والله زیاد بیارن اگه خود مر چپا نکنه شاید. یک مازو الا درش کدام دیالوگ بود الا تید این از یک سینماگر است. غیره این تو دیالوگ برای شما چی کردیم فهمیدید من خبرم نیست او راز از بود برات میگم عاطف جان برام بگو
نه یک مسئله از بین ما عینکی ها که میگن عینک ناموس ماست. کسی که بدون اجازه بگیره باز کمی زورمون میته. یک چیز دیگه، اگر خدای نخواسته کسی در خانه یا از دوستا عینک غرض نگیره چادر تا بگیره باز چی میکنی؟ باز دیگه میگم پس بده. خب یعنی قار نمیشی؟ در خانه مشکل نیست، در بیرون اگر این کارو بکنه باز امکان داره که بتوم در فرقش بخوره. خب سر عینک زیاد قار میشی یا سر چادر؟ در بیرون سر چادر اما در خانه سر عینک. نه خدا. کدام فیلم ها رو زیاد خوش داری که ببینی تماشا کنی و خودت امور هم کار کنی؟ بیشتر فیلم های ایرانی رو خوش دارم چون همیشه یک پیام خوب داره، یک کار خوب دارن، یک فرهنگ خوب دارن و بیشتر دوست دارم مثل ایرانی ها باشم. البته فقط در بخش سینما. خب ما ازبکی رو کم تو میفهم. تشکر، زنده باشین، از همتان تشکر، قربانتان.